بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما. قصد داریم با همدیگه دوره آسیب شناسی خانواده رو شروع کنیم و توی سلسله جلساتی که با همدیگه خواهیم داشت انشالله بتونیم در خصوص مشکلات خانواده ها، مشکلاتی که توی هر زندگی ممکنه پیش بیاد بین زن و شوهر، بین پدر و فرزندش، بین مادر و فرزندش، یه سری بررسی‌هایی داشته باشیم، ببینیم مشکلات منشأش کجاست و راه حلش چیه. با ما همراه باشید تا بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم در این سلسله جلسات آسیب شناسی خانواده. خب همونطور که گفتم خدمتتون، همه ما میدونیم تو هر زندگی، تو هر خانواده یه سری مشکلات و چالش‌های ممکنه بین زن و شوهر به وجود بیاد، یا بین پدر با فرزندش یا مادر با فرزندش. اما این مشکلات دلیلش چیه و اصلا چرا به وجود میاد و راه حلش چیه؟ ما چی میشه که به همچین مرحله‌ای میرسیم؟ خیلی از باسوادای ما، خیلی از کسایی که تحصیلات عالی دارن اما بازم یه سری مشکلات میبینیم دچارش هستن. آیا اینا یاد نگرفتن که چجوری مشکلاتشون رو حل کنن؟ آیا اینا یاد نگرفتن چجوری زندگی کنن و زندگی مشترکشون شامل چه چیزایی باشه و چجوری زندگی مشترکشون رو مدیریت کنن؟ این سوالاتی که ممکنه برای همه ما به وجود بیاد و خیلی حتی از مجردا بگن خب ما ترس از ازدواج داریم به خاطر اینکه ممکنه خیلی از کسایی که اطرافیان من هستن مشکل اول ازدواجشون نداشتن، آدمای خوبی بودن هر دو طرف، اما با هم ازدواج کردن، یه سری مشکلاتی خوردن و زندگیشون به چالش خورد، به طلاق خدای نکرده مثلا منتهی شد. اما دلیل اصلی مشکلات چیه و راه حلش چیه؟ اصلا چرا همچین مشکلاتی به وجود میاد؟ و اینکه گاهی اوقات میبینیم یک سری اشتباهات بزرگی افراد انجام میدن. این سرمنشأ این اشتباهات بزرگ توی زندگی، توی مباحث خانواده چیه و از کجا نشأت میگیره؟ خب ما اگر بخوایم دقیق تر وارد مسئله بشیم، دلیل اصلی اکثر مشکلات ما چه در حوزه خانواده چه در غیر خانواده مسئله عدم آگاهیه. نمیدونیم واقعاً که درست رفتار کردن، درست برخورد کردن و درست عمل کردن توی زندگی یعنی چی؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟ چه کارهایی رو نباید انجام بدن؟ طرف مقابلشون اگه یک سری کارهایی رو انجام داد، اینا چه واکنشی نشون بدن؟ و اگه یک سری کارهایی ازشون خواستی انجام نداد، مثلا آقا از خانومش خواست خانوم انجام نداد، یا خانوم اگه از آقا خواست آقا انجام نداد، چه کارهایی باید انجام بدی شما در قبال رفتار طرف مقابلت، همسرت یا فرزندت؟ چی کار باید بکنی؟ آیا باید همونجا واکنش نشون بدی؟ آیا باید صبر کنی؟ آیا باید یه حرفی رو بزنی یا یه کاری رو انجام بدی یا چی؟ دلیل این که ما نمیریم سراغ آگاهی و اصلا حاضر نیستیم که یاد بگیریم روش درست زندگی چیه، یه زندگی خوب چه ویژگی هایی داره، چه شرایطی داره و چه نکاتی داره، اینه که ما نفهمیدیم اهمیت آگاهی رو. اصلا متوجه این نشدیم که اگر این آگاهی رو کسب بکنیم، این علم روش زندگی کردن با همسر، زندگی کردن با خانواده رو، روشش رو یاد نگیریم، نمیدونیم چه فایده‌ای برامون داره. به اهمیت این آگاهی نرسیدیم. نفهمیدیم که اگر شما بلد نباشی درست زندگی کنی، ممکنه زندگی شما مثل خیلی از اطرافیان دچار چالش بشه، دچار مشکل بشه و به طلاق منتهی بشه. اگر رفتارهای خودمون رو اصلاح نکنیم و درست نکنیم خطاهای خودمون رو، ممکنه روز به روز اوضاع زندگیمون از اینی که هست بدتر بشه. به این اهمیت آگاهی از روش درست زندگی نرسیدیم. به این فایده آگاهی داشتن از مباحث رفتارشناسی در خانواده نرسیدیم. اگر این آگاهی رو کسب کنیم، اگر بفهمیم که درست زندگی کردن یعنی چی و روشش چیه و چه شکلیه و چی کار باید کرد، خیلی از این مشکلات رو نخواهیم داشت. گاهی اوقات اصلا این ربطی به سطح سواد طرف نداره ها. طرف ممکنه یه سواد خیلی عالی داشته باشه، درس خونده باشه، دکتر باشه، مهندس باشه، اما روش زندگی رو بلد نیست. دائما با همسرش در چالشه، دائما زندگیش دچار آسیبه. چرا؟ به خاطر اینکه روش زندگی رو یاد نگرفته.
نفهمیده چجوری باید زندگی کنه. روش درست زندگی رو اگه یاد بگیره، اگه زندگی رو بفهمه، این مشکلات براش به وجود نمیاد. این همه گرفتاری تو زندگیش به وجود نمیاد. اینقدر با بچهش چالش نداره، اینقدر با زنش چالش نداره، اون خانم با شوهرش چالش نداره. دلیل این همه چالش، این همه مشکلات، این همه گرفتاری‌ها اینه که طرف آگاهی نداره و آگاهی و فهم درست از روش زندگی هیچ ربطی به سطح سواد آدم نداره. سواد مدرکه، مهم اینه که طرف نسبت به زندگی درک داشته باشه. اگه درک درستی از زندگی نداشته باشی، اگه نفهمی تو زندگیت باید چه کارایی رو انجام بدی، فایده نداره. اون مدرکت فقط به دردت همون تخصصت میخوره. مگه هر کسی مدرک مثلا یک مهندسی گرفت، آیا اون مهندسی زندگیش هم بلده درست کنه؟ تو زندگیش هم مهندسه، تو زندگی خانوادگیش، یا نه فقط سر کارش مهندسه؟ اگر کسی پزشک شد و شد دکتر جامعه، آیا میتونه زندگی خودش رو هم پزشکی کنه، دکتری کنه و درستش کنه زندگی خودش رو؟ نه. روش زندگی کردن، روش درست برخورد در خانواده، روش درست برقراری ارتباط با همسر، ارتباط با فرزند و فهمیدن این که اون فرزند به همسر شما چه حسی داره، چه حالاتی داره و هر رفتاری که ازش سر میزنه اون رفتار نشانه چه چیزهاییه، اینا علم مخصوص به خودشون میخواد. اصلا سواد دانشگاهی نشان دهنده این نیست که طرف آگاهی و روش درست زندگی رو هم بلده. حالا ممکنه گاهی بلد باشه و ممکنه هم بلد نباشه و معمولا این بر نمیگرده به سواد دانشگاهی، مگر یه رشته تخصصی مرتبط به خانواده باشه. معمولا برمیگرده به کجا؟ به تربیت خانوادگیش. خونه پدری خودش آیا درست تربیت شده یا نه؟ آیا روش زندگی رو یاد گرفته یا نه؟ گاهی اوقات پدر مادرش تلاشش رو کردن اما این شخص یاد نگرفته، تلاشی برای بهتر شدن خودش نکرده، تلاشی برای فهم درست زندگی نکرده. گاهی اوقات هم نه، ممکنه پدر مادرش مقصر بودن. اما چیزی که مهمه اینجا اینه که تحصیلات دانشگاهی ربطی به آگاهی از روش درست زندگی نداره، ربطی به علم زندگی کردن نداره، علم درست خانواده شناسی نداره، مگه اینکه یه رشته دانشگاهی مرتبط باشه با اون، مثلا مرتبط با زندگی باشه، روانشناسی خونده باشه یا امور مرتبط با خانواده خونده باشه که تو اونجا یه چیزایی یاد گرفته باشه. اما اصل روش درست زندگی کردن و آگاهی پیدا کردن از روش زندگی درست و یک زندگی سالم و شاد معمولاً ربطی به تحصیلات دانشگاهی نداره. متاسفانه این عدم آگاهی ما هم خیلی وقتا به خاطر عدم مطالعه است. ما در مورد همه چیز میریم کند و کاو میکنیم، اما در مورد زندگیمون، در مورد روش برخورد با همسر، در مورد رفتارشناسی همسر و فرزندان هیچ کسب اطلاعاتی نمیکنیم. به درد نخورترین و مزخرفترین گاهی اوقات اطلاعات رو از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت، از فضای مجازی میگیریم و توی مغزمون میریزیم، اما نمیایم دنبال این بگردیم که خب من برای زندگی شخصی خودم، برای زندگی خانوادگی خودم باید چه رفتاری رو انجام بدم، باید چی کار کنم، روش برخوردم باید با پدر مادرم چی باشه، روش برخوردم با همسرم باید چی باشه، روش برخوردم با فرزندم باید چی باشه. و این باعث میشه که خب ما عقب بیفتیم از زندگی. متاسفانه نگاه میکنیم میبینی سرانه مطالعه بسیار بسیار پایین‌تر از سرانه تلویزیون نگاه کردنه. سرانه شبکه‌های مجازی، گشت و گذار در اینترنت چندین برابر سرانه مطالعه است. خب چرا؟ واقعا من چرا باید اینجوری باشم؟ چرا من باید بیام توی زندگی به جای اینکه یک مقداری هم بیام اطلاعاتم رو در خصوص زندگی شخصیم، یک مقداری اطلاعاتم رو در مورد نحوه برخوردم با همسرم و فرزندم و اعضای خانوادم اطلاعات کسب کنم، به جاش میام توی اینترنت مثلا دنبال چه میدونم مطالبی میگردم که میدونم مفید نیست برام یا فایدهش خیلی کمه. گاهی اوقات مثلا به ما
میگن که بله ما فلان سریال رو که نگاه میکنیم، فلان فیلم رو که تو تلویزیون نگاه میکنیم، یا مثلا تو فلان شبکه اجتماعی داریم گشت و گذار میکنیم، اطلاعات مفیدی هم بهش برمیخوریم. بله، اما شما گاهی اوقات یه سریال 30 قسمتی رو میبینی که متوجه یک نکته مثبت مثلا تو اون سریال بشی و یک نکته مثبت رو از اون سریال فهم کنی، اما حقیقتش اینه که اگر شما کتاب خونده بودی همه این 30 قسمت فرض کنیم نیم ساعت باشه، 15 ساعت شما اگه مطالعه کرده باشی 100 برابر اون چیزی گیرت میاد، 100 برابر اون اطلاعاتت بالا میره. اما نمیای مطالعه کنی، میای گشت و گذار میکنی تو اینترنت، میای گشت و گذار میکنی کانالهای تلویزیون رو و همین باعث میشه که شما عقب بیفتی. همین باعث میشه که شما وقتی که قرار بوده تو 15 ساعت 100 تا مطلب رو یاد بگیری، تو 15 ساعت یه مطلب یاد بگیری، تو اون فرصت یکی دو تا مطلب خیلی مختصر یاد بگیری، با 1001 بالاخره زینتی که به اون فیلم میدن بالاخره قشنگش میکنن و جذابش میکنن با همه جذابیتاش. و ما چسبیدیم به دنبال کردن این جذابیت ها، دنبال این جذابیت ها داریم میریم به جای اینکه دنبال اصل مطلب بریم، دنبال اصل حقیقت بریم. آگاهی مثل چی میمونه؟ آگاهی مثل نقشه است. نقشه ببینید تو مسابقات رالی یه نفر که راننده است داره رانندگی میکنه، یه نفرم کنارش نشسته اون داره براش نقشه خوانی میکنه. نقشه خوانی که میکنه این متوجه میشه الان باید 10 ثانیه دیگه بپیچه، 15 ثانیه دیگه نمیدونم باید مراقب سراشیبی باشه، این مقدار که بره جلوتر باید مراقب سربالایی باشه، مراقب این چاله باشه، مراقب اون مثلا نکته باشه. این نقشه خوانیه یعنی که شما بدونی اطلاعاتت رو نسبت به اون مسیری که داری میبری بالا ببریش تا بتونی درست توی اون مسیر قدم برداری، درست تو اون مسیر رانندگی کنی، اون مسیر رو درست طی کنی، به وقتش با سرعت بری، به وقتش سرعت رو کم کنی، به وقتش بپیچی. و اگر این نقشه خوانیه یعنی این آگاهی وجود نداشته باشه، شما با کوچکترین خطا ممکنه ماشین زندگیت چپ بشه، ممکنه از یه سرازیری این ماشین زندگیت بره به سمت بالاخره دره و این خودش خیلی ممکنه آسیب زننده باشه. این عدم آگاهیه. در اهمیت کسب آگاهی و علم برای پیمودن مسیر زندگی و هر مسیری که انسان میخواد در طول زندگی خودش طی کنه فرقی نمیکنه چه موضوع خانواده باشه چه غیر خانواده. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به کمیل میفرمایند یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج الی معرفت، حرکتی نیست در زندگی تو مگر اینکه تو برای اون حرکتت نیاز به یک معرفت و آگاهی داری، نیاز به یک کسب علمی داری. گاهی اوقات ما از مثلا کسی که ازدواج کرده، دوستی آشنایی کسی میپرسیم که خب شما که ازدواج کردی با فلان آقا یا اینکه شما آقا با فلان خانم ازدواج کردی، چقدر مطالعه کردی، چقدر کتاب خوندی در مورد ازدواج؟ طرف میگه مگه باید برای ازدواج کتاب میخوندی؟ ما دیدیم همدیگه رو دوست داریم با همدیگه ازدواج کردیم. بعد اون وقت این نتیجهش رو کجا میبینه؟ این عدم مطالعه و عدم کسب آگاهیش رو میره در زندگیش ادامه میده، بعد به یه مشکلی میخوره، این مشکل بیخ پیدا میکنه، بعد دو دستی میزنه تو سرش، میگه حاج آقا بیا که زندگیم نابود شد، حاج آقا وقت مشاوره به من بده، حاج آقا نمیدونم این چیکار کنم، چه خاکی تو سرم بریزم که زندگیم داره نابود میشه. خب این اگه از اول کسب آگاهی کرده بود، اگه از اول میرفت دنبالش یاد میگرفت که چجوری زندگیش رو مدیریت کنه، چجوری زندگیش رو برپا کنه، چجوری قدم به قدم در زندگیش یه جوری پیش بره که هم شأن و شخصیت خودش حفظ بشه، هم احترام همسرش حفظ بشه و هم زندگی شیرین و شادی داشته باشه، الان به این مشکلات نمیخورد. الان که گرفتار شد، الان که کار بیخ پیدا کرد، الان که کار به استخوان رسید، الان اومده میگه که خب چی کار کنم؟ دیگه بعضی موقع دیر میشه. دیگه انقدر زدی زندگی رو خراب کردی و انقدر فاتحه زندگی خودتو خوندی که دیگه نمیشه برات کاری کرد.
گاهی اوقات انقدر زندگی ها خراب میشه و انقدر پلای پشت سرشون رو خراب میکنن که دیگه واقعا راهی غیر از طلاق باقی نمیمونه. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از اول نرفت درست یاد بگیره که چیکار کنه. جالبه که ما تمام زندگیمون این مسئله اهمیت یادگیری و اهمیت آموزش، اهمیت کسب آگاهی و علم در اون موضوعی که میخوایم وارد بشیم، در تمام طول زندگیمون سعی میکنن به ما یاد بدن اینو، ولی باز ولمون میکنن میریم یه مسیر اشتباهی رو. مثلا چی؟ مثلا میخوایم رانندگی کنیم، میگن تا زمانی که شما گواهی نامه نداشته باشی، یعنی مطمئن نباشیم که یاد داری رانندگی رو، حق نداری توی جاده و توی خیابونا با ماشین رانندگی کنی و اگر ببینیمت که بدون گواهی نامه داری رانندگی میکنی میگیرمت. ماشین تو مثلا متوقف میکنیم، جریمه میکنیم. چرا؟ چون مهمه این کسب آگاهی. تا زمانی که شما مدارک قبل از دانشگاهت کامل نباشه و مطمئن نباشن که شما مقدمات ورود به دانشگاه رو بلد هستی یا بلد نیستی، اجازه ورود به دانشگاه بهتون شما نمیدن، اجازه شرکت در کنکور بهت نمیدن. خیلی از موضوعات دیگه تو زندگیمون هم همینه. تا زمانی که یه شاگرد مغازه‌ای استاش مطمئن نباشه از اینکه این کار رو یاد گرفته، بهش اختیارات کامل نمیده. سعی میکنه کم کم گام به گام این رو رشدش بده. چرا؟ چون میدونه اگه همون اول همه چیز رو بهش بسپره خراب میکنه. ممکنه مشتری پیدا شه، مثلا کم و زیاد حساب کنه، مشتری پیدا شه سرش رو کلاه بذاره. همه اینها برای چیه؟ به خاطر اینکه ما یادمون نشه در طول تمام عمرمون که هر کاری که بخواد وارد بشی، هر مسیری که باید انتخابش کنی، قبلش باید حتما آموزش دیده باشی. قبلش باید حتما دوره‌های انجام اون کار رو رفته باشی. اما ما معمولا اینجوری نیستیم. تا ولمون میکنن میریم یه کاری رو شروع میکنیم بدون کسب آگاهی، یه انتخابی رو میکنیم بدون کسب آگاهی، بدون که علم اون کار رو داشته باشیم، بدون که راجبش تحقیق کرده باشیم، راجبش پژوهش کرده باشیم، کتابی خونده باشیم. بعد میریم به زندگیمون دچار مشکل میشه. گاهی اوقات دلیل این که ما نمیریم دنبال کسب علم و کسب آگاهی اینه که لذت آگاهی رو نچشیدیم، لذت علم رو نچشیدیم، نفهمیدیم اگر این علم رو به دست بیاریم، این آگاهی رو کسب کنیم چه فوایدی داره. وقتی این مزه شیرین و طعم شیرین آگاهی رو ما نچشیده باشیم، نمیریم دنبالش. میگیم چرا وقتمو بذارم؟ چرا برم سمت یه چیزی که مثلا نمیدونم خوبه یا بده؟ اما وقتی که یک انتخابی رو که میخوایم انجام بدیم، قبلش میریم آگاهی پیدا میکنیم، قبلش میریم تحقیق میکنیم، قبلش میریم علم مربوط به اون موضوع رو در خصوصش کسب میکنیم، بعد متوجه میشیم که چقدر خوب بود که من این رو اول رفتم یاد گرفتم و اینو اگه یاد نمیگرفتم چقدر ضرر میکردم، چقدر عقب میافتادم. و این شیرینیه رو اگه بچشیم، سعی میکنیم دیگه از این به بعد همیشه دائم در حال کسب آگاهی باشیم، کسب علم باشیم، بریم یاد بگیریم چیزایی که واقعا به کارمون میاد، واقعا قرار ازش استفاده کنیم. خیلی بده آدم بخواد ازدواج کنه ندونه باید چه جوری انتخاب کنه، ندونه باید تو جلسه خواستگاری چی بگه، ندونه باید بعد از اینکه ازدواج کرد تو دوران عقد چی کار کنه، بعد از اینکه رفت سر خونه زندگیش توی زندگی مشترکش چه رفتارهایی رو داشته باشه، چه واکنش‌هایی رو داشته باشه. و فکر میکنیم همون مدلی که خونه پدرمون رفتار میکردیم با همسرمون هم همینجوری میشه رفتار کنیم. غلطه. درسته که خیلی از مسائل شاید مشترک باشه، اما گاهی اوقات پدر مادر ما، خواهر برادر ما رو تحملمون کردن تا بالاخره ازدواج کردیم. بهمون خیلی از ایرادامون رو نگفتن، یا اگه گفتن ما گوش نکردیم. بعد وارد زندگی مشترک میشیم، فکر میکنیم اونجا هم خونه باباست. هر کار کردی، هر چی گفتی، هر حرکتی انجام دادی تحمل میکنه همسرت. نه، اینجوری نیست. گاهی اوقات تحمل نمیکنه، گاهی اوقات زندگی رو به چالش میکشه و این رو اگر روشش رو بلد باشی، خب خیلی از این چالش ها رو نخواهی داشت. یکی از دلایل این که ما سراغ
آگاهی نمیریم، سراغ کسب علم نمیریم، توهم بی‌نیازیه. فکر میکنیم بلدیم دیگه، نیازی نیست، لزومی نداره. خب اگه واقعا نیازی نیست، اگه لزومی نداره، چرا بقیه میرن دنبالش؟ عمدن دارم میگم توهم، نمیگم تصور، چون واقعا توهمه. یعنی اصلا هیچی نمیدونیم از یه زندگی مشترک، بعد وارد یه زندگی مشترک بشیم. هیچی بلد نیستیم از زندگی مشترک، هیچی بلد نیستیم از قواعد و قوانین ازدواج، و بعد واردش میشیم. اگر به مشکل بخوریم، بعد وقت دو دستی میزنیم تو سرمون. اینقدر این کسب آگاهی و کسب علم مسئله مهمیه که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مردم میدانستند که کسب آگاهی و کسب علم چه فایده‌ای داره و قدر علم رو میدونستن، حاضر بودن دائما در حال کسب آگاهی و جستجوی علم باشن، حتی اگر مجبور باشن در این مسیر خون بریزند یا در دریاها فرو بروند. حالا ما نمیگیم بیایید در دریاها فرو برید، ما نمیگیم برید تو اقیانوس آشنا کنید، ما میگیم بیایید همین دوره‌های بالاخره آسیب شناسی خانواده، دوره‌های آموزش خانواده، روش برخورد با همسر، روش برخورد با فرزند رو ببینید، یاد بگیرید و استفاده کنید ازش. این که دیگه اینقدر سختی نداره. امام صادق فرمودن اگر مردم بدونن چقدر این کار فایده داریه و چقدر کار خوبیه، اینقدر حاضرن براش تلاش کنن، اینقدر حاضرن خودشون رو به زحمت بندازن. بعد ما گاهی اوقات از ساده ترین کارها، از آسون ترین تلاش ها و کمترین تلاش ها گاهی اوقات خودمون رو بالاخره دور میکنیم یا فاصله میگیریم. برای چی؟ برخی ممکنه بگن که ما آگاهی داریم، ما بلدیم روش زندگی رو، ما قبلا دوره رو رفتیم. توصیه ما اینه که حتما اگر این دوره‌هایی که رفتید و بلدید کتاب مجدد بخونیدش. اگر کلیپ و فیلم و صوت و ایناست، حتما مجدد ببینین و بشنویدش. چرا؟ چون انسان اگر یه مدتی یک علمی رو بذارتش کنار و دوباره مرورش نکنه، اون علم کم کم به فراموشی سپرده میشه، کم کم دیگه از یادش میره. اگر میخواید به کار ببندید، ازش استفاده کنید، باید دائما این رو مرورش کنید، باید دائما این رو تکرارش کنید، باید هی بشنوید، هی ببینید، هی بخونید تا فراموش نکنید که روش برخورد درست چیه، اینجا باید چی کار کرد، تو فلان بحران باید چه برخوردی داشت، چه حرکتی انجام داد. و اگر این رو انسان یادآوری نکنه و هی در معرض یادآوری قرار نگیره، کم کم فراموش میکنه، کم کم دوباره برمیگرده به اون خلق و خوی قبل خودش و اون بدیهای گذشته خودش ممکنه دوباره رو بشه. چرا؟ چون اون یادآوری که نیاز بوده انجام بشه براش، اون اتفاق نیفتاده. حتما مجددا برید دنبال نگاه کردن، دیدن، شنیدن و خوندن مطالب علمی که در زمینه‌هایی که مثلا نیاز دارید. حتی اگه دوره‌شو قبلا رفتید، حتی اگه قبلا یه دور همه این دوره رو شنیدید و دیدید. ما توی این دوره و توی این سلسله جلسات دنبال چی هستیم؟ ما دنبال علم نافعیم، علمی که به دردمون بخوره، چیزی که کاربردی باشه. علم نافع رو خیلی از اساتید به 4 دسته تقسیم کردن: علم خداشناسی، علم نعمت شناسی که خب برای ما میشه نعمت خانواده، باید نعمت خانواده رو بشناسیم، علم وظیفه شناسی که وظیفمون در برابر این خانواده چیه، که خب خیلی از وظایفمون رو که به صورت قانونی بالاخره موقع ازدواج تو سند ازدواج ما امضا کردیم و تعهد دادیم، اون وظایفمون رو خیلی‌هاش مشخصه و خیلی‌هاش هم در قانون اومده، شاید تو سند ازدواج نیامده باشه اما در قانون خیلی از وظایف بین زن و شوهر اومده. و مورد 4 آسیب شناسیه. 4 مورد برای علم نافع: خداشناسی، نعمت شناسی، وظیفه شناسی و آسیب شناسی. آسیب شناسی چیزیه که ما قراره تو این دوره دنبالش کنیم
و در خصوصش حرف بزنیم با هم دیگه و بریم جلو. آسیب شناسی چیزیه که شما بدونی که در برابر رفتارهای مختلف، در برابر حرکات مختلف نسبت به همسرت، نسبت به فرزندت، نسبت به خانواده خودت باید چه رفتاری داشته باشی. رفتار شما از اساس باید چگونه باشه و اگر نتیجه نگرفتی در برابر اون بالاخره چیزی که برات حاصل شده دوباره چه کاری باید انجام بدی، چه اقدامی انجام بدی. یه رفتار خوبی رو میدونی خوبه، انجامش میدی، نتیجه نگرفتی بار اول، آیا باید تکرار کنی؟ آیا باید تغییر بدی اون رفتارتو؟ آیا باید سکوت کنی؟ آیا باید حرف بزنی؟ آیا باید حرکتی انجام بدی؟ اینا همش برمیگرده به نکاتی که قراره در این دوره آسیب شناسی خانواده خدمتتون بگیم و حالا جزئیات این آسیب شناسی رو هم مواردی هست که خدمتتون عرض میکنم. ما در دوره آسیب شناسی خانواده 5 تا محور و موضوع اصلی هست که همه این مباحثمون حول این 5 محور خواهد بود. محور اول مسئله اقتدار شکنیه که معمولاً خانوم‌ها نسبت به آقایون این رفتار رو انجام میدن و اقتدار آقایون رو میشکنن. محور دوم حرمت شکنیه، محور سوم عهد شکنیه و محور چهارم مسئله دینگریزی و کم شدن معنویت و دین در زندگیه و محور پنجم هم مسئله خودخواهیه که انشالله اگر عمری باقی باشه و فرصتی باشه در خصوص این 5 محور اصلی در مسئله آسیب شناسی خانواده حتما با همدیگه خواهیم بود. خیلی خوشحال میشیم و دوست داریم که شما نظراتتون رو حتما با ما در اشتراک بگذارید. اگر نکته‌ای هست بگید، اگر مشکلی، ایده‌ای، طرحی در جهت بهتر شدن این مباحث اگر هست بفرمایید تا ما بتونیم ارتقا بدیم کیفیت دوره خودمون رو و این سلسله جلساتی که با همدیگه داریم. انشالله که موفق و مؤید و پیروز باشید. در پناه خدا، خدا نگهدار.